سلام، به کانال ایستا خوش اومدین. بریم سراغ قوی ترین جارو رباتیک توی این توربو جهان در حال حاضر، X8 پرو از برند انکر. موتور 4000 بسیار قوی داره، سنسورهای دقیق و نقشه برداری با هوش مصنوعی. یه خروجی هوا اینجا داره و یه خروجی صدا هم در این قسمت. یه سنسور قوی جلوش، 2 تا سنسور برای تشخیص ارتفاع و جنس سطوح، یه سنسور اینور و یه سنسور هم اینور. براش تمیز کننده گوشه کنار، براش اصلی، چرخ‌هایی که قابلیت تنظیم ارتفاع رو دارن. به خاطر براش و تو این توربو بودنش یکی از بهترین جارو رباتیک های موجود در حال حاضر توی بازاره که با قدرت خیلی بالا تمام گوشه کنارا رو با دقت زیاد تمیز میکنه. کنار تیش 2 تا دکمه داره که وقتی فشار میدیم میتونین کامل پدش رو خارج کنید. و قابلیت شستشو تمیز شدن داره با توجه به این چسبایی که کنارهاش داره. برای خالی کردن مخزن زباله این در رو باز میکنین، از این بغل فشار میدین و مخزن رو خارج میکنین. 2 تا دکمه داره، با فشار دادنش میتونین در مخزن زباله‌ش رو باز کنید. یه فیلتر داره اینجا که شما با این براشی که همراه جارو رباتیکتون هست میتونین به راحتی تمیزش کنید. از این قسمت میتونید مخزن آبش رو خارج کنید و پر کنید. برای عمر بیشتر دستگاهتون بهتره که از آب تصفیه یا آب جوشیده شده که سرد شده استفاده کنید. دکمه خاموش روشن و این 2 تا دکمه رو اگر همزمان 3 ثانیه نگه دارین ریست میشه برای اتصال به وای فای. با اپلیکیشن یوفی میتونید روی دستگاهتون کاملا کنترل داشته باشین. این 2 تا همون سنسورهای تشخیص ارتفاع هستن، چیزی که الان دیدین تا لبه میز اومد ولی نیفتاد. آموزش اپلیکیشن یوفی هوم برای مدل X8 پرو. اتصال اولیه. بعد از نصب اپلیکیشن دستگاه را به لیست اضافه می‌کنیم. هر مدل روش خاصی برای روشن کردن و ریست وای فای داره که اپلیکیشن به صورت تصویر راهنماییتون میکنه. اتصال به وای فای. دستگاه رو انتخاب می‌کنیم. مطمئن میشیم روشنه. با دکمه مشخص شده وای فای رو ریست میکنیم. وقتی صدای آماده سازی اتصال رو شنیدیم ادامه میدیم. وای فای رو انتخاب و رمز رو وارد میکنیم. منتظر میمونیم تا پیام اتصال موفق بیاد. حالا دستگاه آماده کاره. نقشه برداری اولیه. برای شروع روی گزینه پلی میزنیم. دستگاه وارد حالت مپینگ میشه و نقشه خونه رو ثبت میکنه. مدیریت نقشه و تنظیمات. در بخش نقشه میتونیم محدوده های ممنوعه رو مشخص کنیم. اتاقها رو ادیت یا تفکیک کنیم. نقشه های جداگانه برای طبقات مختلف بسازیم. قدرت مکش و میزان آب طی‌کشی رو برای هر اتاق تنظیم کنیم. با زون فقط یه بخش خاصی رو تمیز کنیم. با روم اتاقهای دلخواه رو برای نظافت انتخاب کنیم. با اسکیجول برنامه نظافت روزانه یا هفتگی بچینیم. سوابق نظافت رو ببینیم
با کنترل دستی ربات رو مثل ماشین کنترلی هدایت کنیم. زبان و ولوم دستگاه رو تنظیم کنیم. تنظیمات پیشرفته مثل قفل کودک، بازگشت خودکار، یادآور تخلیه مخزن و آپلود لاگ را انجام بدیم و در نهایت نرم افزار دستگاه را بروز کنیم. X8 پرو قابلیت شارژ با 2 مدل استیشن رو داره. یک مدل 2 تا نقطه اتصالش اینجاست و یک مدل هم زمینیه که 2 تا نقطه اتصالش اینجاست. اما استیشن اصلی برای X8 پرو این مدل زمینیه. امیدوارم که این ویدیو آموزشی هم به دردتون بخوره. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون هم حتما برامون کامنت کنید.